جناب رئیس، کمیسیون هایی که واقعا برای مردم افغانستان تمام کمیسیون 18گانه واقعا مفید است، خاصتا کمیسیون دفاع و کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست. ما وکلای محترم، وکلای ملت میخواهیم افغانستان بازسازی بکنیم. افغانستان بدون موجودیت معادن زیرزمینی افغانستان هیچگاه نمیتونیم ما بازسازی بکنیم. اگر افغانستان را سطر میکنیم و دفاع میکنیم بدون موجودیت دفاع افغانستان، ما هیچ چیزی کرده نمیشه. وقت را انگلیس کجا تشریف میبرید؟ پیشنهاد من این است کسانی که منابع طبیعی و محیط زیست چیزی است که فابریکات جرقدوق و منابع طبیعی نفتی و تمام استقامت هایی که در وطن ما هست، تنها 3 نفر در این ثبت نام کرده و خود کمیسیون اصلا کم است که 10 نفر هستند. پیشنهاد ما به وکیل صاحبان این هست هزاران هزار نفر کارگر، متخصص، انجینیرها در وکیل صاحب صورت دارد. وکیل صاحب متوجه باشید که صورت دارد. پیشنهاد من این است که به خاطر منابع طبیعی و محیط زیست وکیلای محترم اگر دسترسی دارن، علاقمند هستن، باید کمک بکنن. هزاران هزار کارگری ما که به خاطر یافتن کار، به خاطر چاهای نفتی و گازی در جوزجان فعلا آبی شده، هیچ کس آبش بالا نمیکنه. پیشنهاد من است که به کمیسیون محیط زیست و کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی توجه صورت بگیرد.